سلام بینندگان گرامی، خوش آمده به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز. زمین جنبی بیش از 7.7 بال تاجیکستان را تکان داد. بزرگ میریارو وکیل مدافع بازداشت شده از چیزی شکایت ندارد. قاتل مرگ عمر علی هنوز پیدا نشده است. امضای 8 سند نوی همکاری بین تاجیکستان و ژاپنیا. توک و برق تاجیک روی آهن عهده‌داری‌هایشان را در نزد بودجه اجرا نکردند. افشای 12,000 معیوب قلبکی از 113 منصبدار نفقه‌خوار. امروز تقریبا ساعت 14:10 زمین لرزه شدید دوامدار خاک تاجیکستان را تکان داد. اکثر ساکنان کشور بیان کردند که چنین زمین لرزه شدید را در خاطر ندارند و افزودند که بی‌نهایت زمین لرزه با شدت بود که آن را حتی ماشین سواران نیز احساس کردند. موافق معلومات مرکز زلزله شناسی آمریکایی، مرکز این زمین جنبی در شمال و شرق افغانستان بوده. در مرکز آن 7.7 بال را تشکیل داده است. زلزله را در کابل، دهلی، اسلام آباد، تاشکند و بیشکک هم احساس کردند. زمین لرزه امروزه ساکنان تاجیکستان را در حالت ترس گذاشته است و طور رسانه‌های محلی خبر می‌دهند در برابر زمین جنبی مردم از داخل خانه‌ها و اداره‌ها به کوچه برآمدند. اداره زلزله سنجی تاجیکستان میگوید به زودی اقتدار این زمین جنبی را مشخص و اعلان خواهد کرد. مادر وکیل مدافع بازداشت شده بزرگ میریارو بعد از 25 روز حبس شدن پسرش نهایت روز 23 اکتبر توانست با او دیداربینی کند. ضمن واخوری با مادرش وکیل مدافع بازداشت شده از چیزی شکایت نکرده است. خورنیسا اسحاق و بعد از دیداربینی با پسرش در صحبت با رادیوی آزادی گفته است که ملاقات با پسرش روز جمعه صورت گرفته. مقامات تأخیر دیداری آنها را در مورد نداشتن بعضی از حجت‌ها گفتند. مادر بزرگمیر از این بیشتر درباره دیدار خود با پسرش تفصیلات نداده است و تنها گفته است از آن نگران است که مقامات تا حال اسناد منزل آنها را برنگرداندند و خانواده‌اش را سرگردان کردند. قبلا پدر بزرگمیریارو نویسنده رفشن یار محمد نیز با ارسال یک نامه به عنوان پرزیدنت کشور از او خواسته بود که قضیه کوفتوکاب بستانسرایش از سوی کارمندان پلیس را بررسی کند. بازداشت یارو در پی تأسیس کمیته حمایت از عضو بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان صورت گرفته بود. به دنبال او دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را در قلمرو کشور ممنوع اعلان نمود. همزمان تقدیر 23 عضو بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان همان نامعلوم باقی میماند. مقامات پس از مخفی اعلان کردن پرونده آنها از رسانه‌ای کردن جزئیات پرونده خودداری میکنند. موضوع حمایت فعالان سیاسی نیز زیر سوال است، زیرا بعد از به حبس گرفتن بزرگ میریارو به گفته خویشاوندان بازداشت شده‌ها وکیلان از دفاع کردن آنها رد میکنند. در رابطه با مرگ طفل تاجیک عمر علی نظر و مقامات پلیس شهر سنت پترزبورگ نوارهای دوربین‌های نظارتی خود را رسانه‌ای کردند. در پارانواری که سامانه فانتانک نقطه رو پخش کرده است، یک کارمند پلیس کودک را در دست داشته با نوازش آرام می‌کرد. در قسمت دیگری نوار همان کارمند به یک شیشه به کودک شیر می‌دهد. پس از چند وقت در نوار کارمندان یاری تعجیلی پیدا می‌شوند و کودک را با خود می‌برند. در نوار دیدن ممکن است که سری کودک برهنه است و وقتی در شعبه پلیس بودن خیلی هوشیار به نظر می رسید. در همین حال چندی از کارشناسان سوال می کنند که چرا مقامات این ثبت ویدیویی را قبلا رسانه‌ای نکردند، چون در عکس آل ثبت مذکور بسیار آوازه ها را اطراف این موضوع پیشگیری میکرد. با وجود این مقامات تا حال نتیجه تشخیص طبی عمر علی را اعلان نکردند. همزمان کاتب مطبوعات ریاست امور داخلی سنت پترزبورگ به رسانه‌های محلی خبر داده است که در جریان سنجش که در بیمارخانه گذرانیده شد، عاملی که سبب مرگ عمر علی گردیده باشد پیدا نشده است. همچنین مقامات ابراز می‌دارند که تفتیش داخلی در شعبه خدمات فدرالی مهاجرت عیب کارمندان این ساختار را در مرگ طفل 5 ماهه تصدیق کرده است. ضمن اظهارات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان و سروزیر ژاپن شینزو آبه با نتیجه های ملاقات و مذاکرات رسمی و دورنمای مناسبت های دو کشور بهای بلند داده شد. پس از انجام ملاقات و مذاکرات رسمی میان دو کشور 8 سند نوی همکاری به امضا رسید. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سرور دولت، از جمله جانب‌ها اظهارات مشترک عاید به شریکی میان جمهوری تاجیکستان و ژاپن را قبول کردند.
سازشنامه گرانت میانی حکومت تاجیکستان و اگنتی یاپونیا اوید به همکاری بین المللی اوید به تطبیق لایحه برقرار نمودن نظام تامین آب نوشابه در ناحیه 5 ولایت خاکنام و یادداشت‌های تفاهم میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ژاپن اوید به همکاری‌های اقتصادی، علمی و تکنیکی را به امضا رسانیدند. در رابطه با موضوعی وابسته به افغانستان دایر به امکانیت اشتراک یکجایی تاجیکستان و ژاپن در تطبیق لایحه‌های زیربنایی منطقوی چون لایحه انرژتیکی کاسا هزار، لایحه راهسازی و غیره که به رشد اجتماعی و اقتصادی این کشور و کل منطقه نگرانیده شدند تبادل نظر کرده شد. امروز در پارلمان تاجیکستان موضوع بودجه دولتی بررسی گردید. عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه کشور ضمن سخنرانی ابراز داشت که در 9 ماه سال جاری حجم درآمد بودجه 2.8 میلیارد سومانی را تشکیل کرده است که از نقشه پیشکی 391 میلیون سومانی کمتر است. وزیر مالیه سبب اجرا نشدن بودجه را در 9 ماه سال روان در کاهش یافتن حجم سودای خارجی می‌داند. با گفته او سال روان حجم گردش سودای خارجی 17.9% و رشد مجموع محصولات داخلی 0.5% کم شده است. اینچنین پس شدن قابلیت خریداری مردم و نااستوار در اقتصادی کشورهای شریک نیز به قول عبدالسلام قربانیان باعث به کم شدن واردات مبلغ به بودجه تاجیکستان شده است. وزیر مالیه با وجود اعلام کردن عامل‌های منفی اقتصادی از نامبر کردن سبب اساسی بحران اقتصادی تاجیکستان یعنی کاهش گردیدن حجم انتقال مبلغ‌ها از طرف مهاجران کاری خودداری کرد. اینچنین شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان خبر داده است که در این دوره به بودجه کشور از کارخانه‌های بزرگ نیز مبلغ کم وارد شده است. از جمله از شرکت تولکو 23 میلیون، از برق تاجیک 46.9 میلیون و از کارخانه رای آهن 12 میلیون سومانی انداز کمتر به بودجه وارد شده است. همچنین ناحیه اسفرق، هونچی، فیض‌آباد، حصار، عبدالرحمن جامی و فرخار نتوانستند نقشه بودجه را اجرا کنند. 3 ماه پیش در نیم ساله اول سال جاری معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرده بود که اجرای نقشه درآمد بودجه در این دوره 93.5% تامین گردیده با آن 3.2 میلیارد سومانی مبلغ وارد که نسبت نقشه پیش بینی 223.1 میلیون سومانی کم و نسبت همین دوره سال گذشته 124 میلیون سومانی زیاد است. عموما گیریم وابسته بودن بودجه دولت از یک چند کارخانه عظیم مملکت برای اقتصادیات خوب نیست. نادرست بودن این مدل در مثال اقتصادیات روسیه برای معلوم است که بودجه آن اساساً از واردات فروش نفت و گاز تشکیل می‌یابد که حالا با پایان رفتن نرخ این محصولات در بازار جهانی بودجه روسیه خیلی با مشکلات دچار شده است. عموما در مدل درست اقتصادی قسم زیادی واردات بودجه از حساب صاحبکاری خرد و میانه به دست می‌آید. لیکن برای این همه باید شرایط موافق برای صاحبکاران و اندازه‌گذاری ساده و فهم و راهگذاری شود. اقتصادشناسان در آن فکر هستند که یگانه راه غنی‌گردانی بودجه این اندازه‌بندی ساده و رشد صاحبکاری است. ولی این همه وقت طلب می‌کند. اما این روزها برای تدبیرهای عاجلی باید یک چند عملهای دیگر گذرانیده شود. مثال کاهش دادن خرجات اپارات حکومت و مدتی معین قطع کردن خریداری ماشین و تجهیزات برای همه شاخه‌های حکومت و پارلمان. اینچنین مقامات‌های قدرتی قطع کردن خراجات برای معرکه‌های دولتی که برای مردم یگان فایده ندارد. در آخر چند چیز را باید قید نمایم که نباید با ماده های بودجه که با تندرستی، معارف و اجتماعیت تعلق دارد دست رساند. دوم دولت از فرصت استفاده برده نباید به صاحبکاری فشار آورد. این همه در آینده عاقبت خیلی بد دارد. بنابر وضع ناگوار بودجه و بحران اقتصادی در تاجیکستان موضوع بالا بردن معاش کارمندان نهادهای دولتی به مدت نامعلوم به تأخیر گذاشته شده است. در این باره عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان امروز به رسانه‌ها خبر داده است. این در حالی است که امام علی رحمان در اول سال جاری در پیام خود به پارلمان وعده کرده بود
که از ماه سپتامبر سال 2015 معاش کارمندان بودجوی را افزایش خواهد داد. او تاکید کرد که از جمله مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی حفظ حقوق خدمتچیان حربی 15%، معارف 20%، ساحه حفظ اجتماعی و سابقه‌داران جنگ بزرگی وطنی و مهنت 25% و حد اقل از نهادهای نفقه تا 20% بالا برده می شود. در مزد حد اقل معاش از 250 تا 400 سامانی را تشکیل خواهد. اما حالا مقامات تاجیکستان میگوید که در 9 ماه سال روان 391.9 میلیون سامانی کمتر از نقشه به بودجه. این است که وزیر مالیه تاجیکستان گفت که آنها خراجات ناضروری بودجه را کاهش داده و خریداری ماشین برای منصبداران، مبل و اینچنین بنیاد ساختمان‌های شروع نشده را موقوف گذاشتند. سفرعلی نجمیدینov رئیس آژانسی سقراط اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داد که 62400 نفر که نفقه معیوبی می‌گرفتند مورد سنجش قرار دادند. سفرعلی نجمیدینov امروز ضمن محاکمه پارلمانی اظهار داشت که در همکاری با وزارت تندرستی سنجش‌ها گذرانیده نفقه معیوبی 12473 نفر را قطع کرد. ضمن سنجش‌ها معیوبی 45500 نفر تصدیق گردید. رئیس آژانسی سقراط اجتماعی و نفقه تاکید کرد که در پی سنجش‌ها 113 خدمتچی دولتی را آشکار کردند که هم معاش و هم نفقه می. او افزود که به این خدمتچیان دولتی مصلحت دادند که یک سمت یا کار یا نفقه را انتخاب کنند. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه امروز به پایان می‌رسد. تا بخش‌های نوبتی، خدا نگهبانتان.